یک پیاله چای. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم شنوندگان خوبی برنامه‌های رادیو مهر. سلام و درودی به نهایت صمیمانه تقدیم شما شنوندگان برنامه یک پیاله چای. مدینه حیدرزاده هستم و حضور شما را در این قسمت از برنامه یک پیاله چای گرامی می‌دارم و امیدوارم هر آنچه از خداوند مهربان می‌خواهید که به صلاحتان است نصیب و راضیتان باشد. و من هم آریا سهراب بسیار خرسندم که افتخار دارم تا در یک دیگر از برنامه‌های یک پیاله چای در خدمت شما عزیزان و دوستان رادیو مهر باشم. دوستان و همراهان، خواهران و برادران، به برنامه خودتان خیلی خوش آمدید. تا به حال شنیده اید که میگویند وقت طلاست؟ بله، من یادم هست یکی از موضوعاتی که معلم ها در مکتب به عنوان موضوع فن انشانویسی به ما میگفتند همین بود: وقت طلاست. قطعاً در گذشته که علم به این شکل پیشرفت نکرده بود و زندگی ها اینقدر ماشینی نشده بود، مردم مجبور بودند برای اینکه کار را انجام دهند وقتی بیشتری را صرف کنند. از آسیاب کردن گندم و دیگر کارهای روزمره مثل شستشو و رفت و روب گرفته تا کارهای سخت‌تر مثل کشاورزی، سفر، نامه‌رسانی و خیلی از مواردی دیگر. مثلا ممکن بود کسی از جای به جای برود و ماه‌ها در راه باشد. همزمان با گسترش دامنه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشور و روی آوردن عموم مردم به این نرم افزارها، بخش عمده از افراد به ویژه جوانان به سمت این برنامه‌ها کشیده شدند و به نوع تبدیل به یک بخش از زندگیشان شده است. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم مانند خیلی چیزهای دیگر هم خوبی دارد و هم بدی. یعنی بسته به نوع استفاده انسان معلوم می شود که مثلا فلان چیز به فایده هست یا به ضرر. از جمله ویژگی هایی که اینترنت دارد و خیلی ها به سمتش رفتند مثل خود ما، سرعت بالا که ما در یک ثانیه پیام و یا فایل را از این سر دنیا به آن سرش ارسال میکنیم. طراحی ساده، یعنی که همه خیل آدم توانایی استفاده از آن را دارد، چی کودک، چی جوان، چی پیر و حتی چی با سواد و چی کم سواد. قابلیت های چند بعدی بودن، یعنی تصویر، صدا، فیلم و هم متن و نوشته و چت. و نکته خیلی مهم
که از خانه و کاشانه خود می توانیم کار کنیم، کسبی درآمد کنیم و یا با دیگران ارتباط برقرار کنیم. کافی است یک دستگاه مثل تلفن یا کامپیوتر داشته باشیم که اتصالی به اینترنت داشته باشد. در این روزهای سخت کرونا و کووید 19 که تمام دنیا را گرفت، ما به خوبی دیدیم که چقدر اینترنت برایمان کمک کرد. بسیاری از معلم‌ها و طلبه‌ها همچنان کلاس‌های درسی خود را به شکل مجازی و غیر حضوری ادامه دادند و علم آموزی را همچنان پیش گرفتند. یا خیلی از کارگران و کارمندان دیگر که خدمات خود را به صورت مجازی و از طریق سایت ادامه دادند. اما در جامعه کسانی هستند که هیچ ارزش برای وقت ما و شما قائل نیستند. مثل بعض آدم‌هایی که با انتشار خصوصی ترین مسائل دیگران فقط به دنبال شنتش کردن و حاشیه سازی هستند و می‌خواهند مردمی بیچاره را به کارهای بیهوده سرگرم و مشغول کنند. و خیلی ها هم هستند که یک وقت به خود می آیند و می بینند که ای وای چقدر وقت و عمر زود می گذرد. در کنار این ما روز به روز شاهد جرم و جنایات هستیم که از همین طریق انجام می شود. رفتارهایی که باور و اعتقادات و یا هویت و فرهنگی ما را نشانه رفته است. و اما از مهمترین پیامدها و نتیجه های انتشار نادرست یک نوشته، عکس یا یک فیلم در فضای مجازی عادی ساختن کارهای زشت و نادرست است. مثل کسانی که فیلم ها و کلیپ های خشونتزا را انتشار می دهند، از کودک آزاری گرفته تا دیگر و دیگر. و یا خیلی از نوشته ها و کلیپ هایی که فکر میکنیم طنز و خنده آور است، ولی در اصل ضربه هایی است که به فرهنگ و تربیت نسل جوان ما میزند. گاهی میبینیم که با یاد دادن جملات و توهینات زشت به کودک فیلم تهیه میکنند و آن را انتشار میدهند و باز متاسفانه خیلی ها هم از روی فهمیدن یا نفهمیدن لایک میکنند و میخندند. یا بعض جوانان خارج از چارچوب دینی و ملی از خود و دوستانشان فیلم و عکس گرفته در اینترنت میگذارند و به نوع ارتباط ناسالم و بی‌حیایی را ترویج میکنند. باید آگاه باشیم که همین اینترنت میتواند سلاح دشمن هم باشد. دشمنی که میخواهد دین و فرهنگ و هویت ملی ما را نابود سازد. وقتی کسی بدون آگاهی، بدون احتیاط بسیار مسائل خصوصی و حتی حساس را در این فضای اینترنتی انتشار می دهد، باعث می شود که دختر یا پسر در یک شهر و دیار دیگر منحرف شود و دست به کارهای خطرناک مثل فرار از خانه، خودکشی، خیانت به شریک زندگیش می زند. اما راه چاره چیست؟ بر اساس اصول تربیتی که بسیار از روانشناسان و جامعه شناسان میگویند، هرگز اجبار و محدودیت نتیجه خوب و پردوام نمیدهد. یعنی نمی شود با تهدید کردن و یا قطع و فیلتر کردن اینترنت از خطرات احتمالی در امان ماند. پس بر کسی پوشیده نیست که تنها راهی بهبودی وضعیت شبکه‌های اجتماعی فرهنگ سازی است. و این امر تنها با نشان دادن در رسانه ملی و چند کتاب و روزنامه به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. اما اکنون چی کار کنیم؟ وظیفه ما و شما چیست؟
از انتشار و پرداختن به مسائلی که اعتقادات دینی فرهنگ ملی ما را تهدید میکند بپرهیزیم. سعی کنیم از کلماتی درست و زیبا در نوشته ها و گفته هامان استفاده بریم. نکته مهم، باید فرهنگ امری به معروف و نهی از منکر را گسترش دهیم، یعنی به دوستان یا که خواهران و برادرانمان گوشزد کنیم که این کار شما خطا است و یا بهتر است این کار را انجام دهید. اگر روز با مطلب و یا عکس و فیلم های نادرست روبرو شدیم، به عنوان فایل نامناسب گزارش کنیم تا صفحه کسی که آن را انتشار داده است مسدود شود. سعی کنیم تا خود ما انتشار دهنده خوبی و نیکی باشیم و از اینترنت و فضای مجازی بهترین استفاده را ببریم. امیدوارم رادیو مهر و البته برنامه یک پیاله چای از جمله برنامه‌هایی باشد که شما را کمک کند و بر فایده‌تان باشد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار. روزم شب از محالی خوابی خیالی، از موی و نال و نالان موی و نالی، نقل سمندش از خاک بر شده تا افلاک، در غم او رشک مجنونم من و دلهانی. منم چو پروانه، دلم به زلف توست مزن برو شانه. جانا بدرود تو جایی دام دلهایی، از رشک تو زهر گویان روچه آرایی. از رخ خوبت هیهات مه به فلک شهمات، مانده چو سر به چوگان من سودایی. جامم پر از دنانی راهی ریحانی، ای لاله رو داغ جانان داغ جانانی. شور نشاطش در چنگ شعله آتش رنگ، از تف او آتش افشان شد دم انسان.